جمهوری من هستید؟ ساکنی دهه جماعت مسکین آباد اسخما کننده جماعت مسکین آباد نام نسبتون؟ نظیر و رجب شما با روی چی با اداره ازیا پلیس اومدید؟ من این در اینترنت خوندم در چی برای من خسته اومدم که چی خیلی بشه خیلی ما که هم خوشلاقیم ایال محله این برای چی گپا را چوب میکنن کدام گپا را من؟ چیم گپایی که مثال مبلغ مثال که میفرموندن دهه مودم میفرموندن تو دیگه نفرموندن دیگه جایی گپا را افیشیریات دیگه نمی گپا آن کسی که خبر چوب کرده که از دیگه ده هست شما از دیگه ده اگر میفهمدن همه ده را میفرموندن اگر هم گپ میشید همه ده را من اینا دهه مسکین رو زندگی می همین گپ نیست ما هم دست جمعانه سر کردیم که کاری کردیم که همین مهمون قبول کنیم ما همه برای همون مهمان قبول کردن شما چی کارو کرده یعنی که نه غیر از اون پولی که شما جمع کردید که چی کارو رو انجام کردید؟ نه ما کارای آبادانی دیارمون کرده شدیم راهمون تازه کرده شدیم در دهه ما حضور برف هست برفمون میشون با کسی که آب میشه بعد میشون تازه کردن در کل تازه کردیم شدیم خونهمون سفید کردیم از کدام حساب؟ حساب هر کس خونه خودش آقا بعد یک چیز دیگر پس با فکر شما برای چی یک برای این خبری که گویا برای آمدنی پرزیدنت مبلغ جمع میکنن حدود 50 سوم همه سوال همین کار است بعد خوان همین چیز در همین آورده چسبونده کسی همین آورده در همین چسبونده همه سوال ما در دوره نوروز اصلا پیش آمدن جناب ما میشد برای نوروز تایری میبینیم دیوری ما که من ده همیز که زندگی میکنم موزی که برف است ما کم در دیتر هم که شد ما همین تازگی را میکنن همه فکر کنی حالا میشود خیلی رفتن راه تازه کردن راه مثالش اینا نشوندن شهر و پلاکت هایی که در خدی راه برای مردم اون برای برای همون مثلا مبلغ رو در کار شود مبلغ جان نمیکنن مبلغ مثالی نمی من همون شهروند همون دیار ای حسابی شخصی خودم میخوام یک چی آبادانی کنم یک چی میشد پیش بگیرم پس با فکر شما این سر و صدا از کجا پیدا شد؟ ندونیم ما برای همین اومده که بدونیم که کی هست پس این گلایی که از حساب خود پول میپرتن از حساب خود آباد میکنن هستن این گونه نفرا آدمانی هستن سخاوتمندان دیار تو چند سومانی جمع میکنن یه یعنی؟ بار جمع نمیکنم اون آدم مثلا مبلغ شب مثلا مس برای که نمیقدر برای فلان کار مثلا تعمیر یک بنگاه مثلا برای بکلا میگیرد سه آدم میشن میکنن این کار آبادانی یک باره مثل آمدنی همین تمام مثل کنوی فیض‌آباد اینجا از تمام مقامات شما یعنی مصلحت کرده اینجا آمده یا نه من خودم شخصا آمدم همچون استقامت کننده همون ده وقتی که در اینترنت این گپ خوندم خیلی اومدم شما از کجا گشتن که اینها میبیان؟ نه از کجا فهمیدن که همین وکیلان میبیان به همینجا؟ ما یارو نفهمیدیم من خودم